نه خیلی ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد طلاق بگیره؟ برای اینکه ایشون نمیخواد با من بیاد. من پدرمو نمیتونم ول کنم. پدر ایشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی؟ من که میفهمم اون پدرمه. من الان تکلیفم چی میشه آقا؟ هیچی. بفهمه سر زندگیتون. خداحافظ. برای نگهداری پدرم مهم مزاحمتون بشیم که چیکار داره میکنه؟ چیه؟ بابا داشت میمرد من رسیدم. سلام. میگه بیا برو بیا برو. آدم یه زن حامله رو اینطوری از خونش میندازه. من نمیدونستم حامله. چیکارش کردی مگه؟ اجازه بدید من بهتون توضیح بدم. زن من کتک زده که بچه‌ش افتاده مرده دیگه. قولشو ندادم. تو دروغ گفتی؟ شوهرت بگو یه کاری نکنه، من دیوونه‌شم خودمو بدبخت کنم. اگه فردا زد تو راه مدرسه بچه‌تو کشتی؟ میگه چیکار کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج؟ اتهامت قتله. مگه تو نگفتی جدی نیست؟ جدی شد. دو روز حسابی آسمان میکنم چی شد؟